Arabian Gulf خلیج عربیه. قدیمی ترین نقشه موجود از خلیج فارس این لوح گلیه بابلی از قرن هفتم پیش از میلاد مسیح سند کهن دیگر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی است. نام خلیج فارس یا دریای پارس با اولین مطالعات علمی نقشه‌نگاری در تاریخ به جهانیان معرفی شد. کلادیوس بطلمیوس، جغرافیدان و نقشه‌نگار معروف رومی قرن دوم میلادی، در نخستین جهاننمای خود که بر اساس اطلاعات پیشینیان تنظیم کرده بود، دریای حد فاصل سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان را با نام سینوس پرسیکوس معرفی می‌کند. اطلاعات جغرافیدانان یونانی پیش از بطلمیوس، گزارشات نآرخوس، سردار اسکندر مقدونی است از سفرش در این دریا در قرن چهارم پیش از میلاد مسیح. تقریباً یک قرن پس از سفر نآرخوس، اراتوستن دانشمند اهل اسکندریه نقشه جدیدی از جهان ترسیم می‌کند که در آن موقعیت دریای پارس به درستی مشخص شده. این نقشه بعدها توسط هیپارک و استرابون تصحیح و کامل می‌شود. تمام جغرافیدانان دوران باستان از هکاتوس گرفته تا دسآرک، بطلمیوس و دیگران همگی از دریای پارس یا خلیج فارس با نامهای پرسیکوم کایتاس، سینوس پرسیکوس، مار پرسیکوم، اکوارون پرسیکو که ترجمه دقیق دریای پارس می باشند استفاده می کنند. و اما جغرافیدانان مسلمان همچون ابوزید بلخی، شریف ادریسی و ابن الوردی از قرن سوم هجری به بعد در صدد ترسیم نقشه‌های گوناگونی از جهان برمی آیند که در همه آنها از این دریا با نامهای دریای پارس، خلیج فارس یا بحر فارس یاد می کنند.